تصور کن صبح بیدار میشی. نور خورشید از پنجره میتابه. همه چی عادیه، ولی یه مشکل بزرگ هست. هوا یخ زده. نه سرمایه معمولی، سرمایه‌ای که انگار خورشید اصلاً وجود نداره. میدونی یعنی چی؟ یعنی نور خورشید رسیده، ولی انرژی حرارتیش قبل از رسیدن دزدیده شده. چیزی بین زمین و خورشید قرار گرفته که فقط گرما رو میبلعه، اما نور رو عبور میده. دانشمندا به این پدیده فرضی میگن Selective Energy Absorption یا جذب انتخابی انرژی. اول فکر میکنی شاید غبار کیهانیه، اما چند ساعت بعد میبینی گیاها یخ زدن، آب لوله ها منجمد شده و زمین داره وارد روز روشن یخبندان میشه. این یعنی خورشید هنوز هست، اما زمین فقط سایه خودش رو زندگی میکنه، چون وقتی گرما حذف بشه نور هیچ معنایی نداره.